توی این ویدیو روش ساخت یک افکت قبل و بعد رو در نرم افزار پرمیر پرو داریم. خوشحال میشم که با من همراه باشید. به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب و ایام بکام باشه. ایمان براتی هستم و با یک آموزش جدید برای نرم افزار پرمیر پرو در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از هر چیز از شما دعوت میکنم از صفحه اصلی کانال یوتیوب من دیدن کنید. به صورت یک روز در میون آموزش‌های متنوعی برای نرم افزارهای افتر افکت، پرمیر و فتوشاپ توی کانال یوتیوب من گذاشته میشه. درخواستی که از شما عزیزان دارم این هستش که لطفاً ویدیوها رو دانلود نکنید. دانلود کردن شما یک کانال یوتیوبی رو واقعا نابود میکنه. اگر حتی نیاز به دانلود این ویدیو دارید، حداقل یک بار به صورت کامل روی یوتیوب ببینید و بعدش دانلود بکنید. اگر این آموزش براتون مفید هست و از این آموزش استفاده میکنید، حداقل کاری که در قبال این آموزش میتونید انجام بدید این هستش که اون گزینه لایک رو لمس بکنید، کامنت بذارید و این ویدیو رو برای دوستان خودتونم بفرستید. روش‌های زیادی توی نرم افزار پرمیر پرو برای ساخت افکت قبل و بعد وجود داره. توی این آموزش یکی از این روش‌ها رو بررسی می‌کنیم و توی آموزش‌های بعدی سراغ تنوع افکت‌ها و سراغ ترانزیشن‌های جدید و ابزارهایی که میتونیم باهاش افکت قبل و بعد متفاوتی ایجاد بکنیم میریم. خب برای شروع کار من یک فایل وارد محیط پرمیر پرو می‌کنم. در پنل پروژه کلیک راست ایمپورت و این فوتیج رو انتخاب می‌کنم و اوپن. این فوتیج رو میگیرم، میکشم در تایملاین رها میکنم. یک سکانس برای ما ایجاد میشه. بدون شک برای ساخت افکت قبل و بعد ما به دو تا فوتیج احتیاج داریم. یک فوتیج کاملا خام هست و یک فوتیج دیگه افکت هایی روش اعمال شده و ویرایش هایی روش اتفاق افتاده. این ترک ویدیویی شماره 1 ما که خام هستش. خب دکمه آلت رو نگه میدارم، این ترک ویدیویی رو میگیرم، درگ میکنم به سمت لاین بالا. یک کپی از اون در ترک ویدیویی شماره 2 قرار میگیره. خب به لایه بالا یک سری افکت اعمال میکنم. از پنل افکتس میام زیر شاخه افکتس، به طور مثال زیر شاخه کالر کارکشن و افکت مثلا تینت رو به لایه بالایی اعمال میکنم. وارد افکت کنترل میشم، این رنگ سفید رو به رنگ قرمز تغییر میدم. پس ما الان دو تا لایه داریم، یک لایه خام و یک کپی از همون لایه با اضافه شدن یک سری افکت. برای ایجاد افکت قبل و بعد هر دو تا لایه رو روی همدیگه قرار میدیم. با توجه به اینکه لایه دوم از لایه اول کپی شده، شما میتونید لایه دوم رو نقطه شروعش رو میتونید تغییر بدید و در هر قسمتی که تمایل داشتید اون رو قرار بدید. اما برای اینکه لایه دوم وارد صحنه بشه، ما الان در ابتدای تایملاین لایه اول رو داریم، ترک خام خودمون رو داریم و کمی که سیتی های جلوتر میره لایه دوم، ترک ویدیوی دوم وارد صحنه میشه. برای اینکه وارد صحنه بشه ما میتونیم از ترانزیشن های مختلفی استفاده کنیم. وارد پنل افکتس میشم و اینجا در زیر شاخه ویدیو ترانزیشنز و باز هم پوشه وایپ رو باز میکنم و در اینجا در پوشه وایپ ترانزیشن وایپ رو میگیرم و به لایه به ترک ویدیوی دوم اضافه میکنم. اتفاقی که میفته رو ببینید. ترک ویدیوی دوم با یک ترانزیشن وارد صحنه میشه و الان من این ترانزیشن رو انتخاب میکنم و کمی میخوام اون رو تغییر بدم. در زمانی که این ترانزیشن انتخاب شده وارد افکت کنترل میشم و اینجا میتونم با استفاده از بوردر ویدث براش یک خط و یک محدوده تعیین بکنم. عدد بوردر رو بر روی 30 تنظیم میکنم و رنگ این بوردر رو به مثلا سفید تغییر میدم. خب اتفاقی که میفته رو خودتون کاملا میبینید و این ساده ترین حالت ساخت یک افکت قبل و بعد در محیط نرم افزار پرمیر پرو هست. توی آموزش های بعدی اون رو توسعه میدیم و ترانزیشن های بیشتر، افکت های بیشتری رو به افکت قبل و بعد اضافه میکنیم.
اگر تمایل دارید نرم افزارهای افتر افکت، پرمیر و فتوشاپ رو به صورت خیلی جامع از صفر مطلق تا مراحل پیشرفته یاد بگیرید، پکیج‌های آموزشی خودم رو توصیه می‌کنم، پیشنهاد میدم. اطلاعات کامل این پکیج‌ها، دموها، سرفصل‌ها توی وبسایت من imanvfx.com وجود داره. میتونید به سایت مراجعه بکنید و این پکیج‌ها رو بررسی بکنید. بعد از تهیه این پکیج‌ها شما وارد یک گروه پشتیبانی و رفع اشکال میشین و اگر حین کار با نرم افزار و دیدن آموزش‌ها براتون مشکلی پیش بیاد یا یک مسئله گنگ و نامفهومی وجود داشته باشه، من تلاش خودم رو میکنم که این مسائل براتون برطرف بشه و تلاش خودم رو میکنم که یک پشتیبانی خوبی از شما داشته باشم. در باکس کناری یکی دیگه از ویدیوهای خودم رو به شما پیشنهاد میدم که به عنوان ویدیوی بعدی میتونید اون رو تماشا بکنید. از اینکه با من همراه بودید از شما خیلی ممنونم و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.